جان به قربان تو ای دهه کلفت زده ام. بودی آرامش جان گشته درد و علمم. آره بینندگان گرامی، زادگاه برای هر یک انسان سالم عقل آرامش جان بوده است. ما این را در گوشت و پوست خود احساس کردیم وقتی که زادگاه از بین رفت. و ما مردم سر ماست در هر کجایی که باشیم آرامش جان نداریم. گرچنده که منزل های نومان چی در ناحیه دنگره و چی در دیگر جایها و همه شرایط خوب زندگی مهیا است برای ما، بازم ما آرامش نداریم. انسان وقتی که از زادگاه دور زندگانی میکند و زادگاهش آباد است، خانه پدریش آباد است و در دوام عمر به یگان مصیبت گرفتار می شود و از زندگی راه افتاده می شود، حتما راه زادگاه را پیش می گیرد. در هر سین و سالی که نباشد و به زادگاه رفته در خانه پدری با حد و همسایه ها شیست و خیز کرده در کوچه های زادگاهش قدم می زند و بهترین دوران حیات خود که کودکی و نورسی است به یاد آورده نیرو یک روحیه تازه گرفته باز به منزل خود برمیگردد. اما ما مردم از همین نعمت بی نصیب گشتیم و هر گوه ما مردم به همدیگر وام میخوریم حتما با درد و علم در باره زادگاه خود گپ میزنیم، یادآوری کرده افسوس و ندامت میخوریم. و زادگاهی که یک وقتها برای ما آرامش جان بود اکنون برای ما درد و علم گشته. در حقیقت وقتی که میبینی یک دهه با همه زیباییش، با همه باغارا و با همه مردم پیر و برنایش، با همه کوچه و پس کوچه هایش، با همه گاو و مال و دشت و دمن و سبززارش دیگر نیست. در واقع این یک دهشت است و یک خاموشی دهشتناک یکون فرماست و وقتی که به این منظره نظر میکنی به اختیار گیریه گلاگیر را میکنه. خیلی که شاعری زنده باد گفته است گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، هم نه از آن است که فرسوده بود پیرهنم. گریه من نه از آن است که درگاهم سوخت، هم نه از آن است که چو سوخته باغ و چمنم. گریم از آن که تو را حکم به کشتن کردند، ای تو هم پایه و هم مایه انسان بودنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنهاتر، وطنم آه وطنم آه وطنم آه وطنم.